خاننده صنف دوم مکتب موسیقی بچگانی نوحه مسجد موسی رازقوف از خردسالی آرزوی سرایانده شدن را در دل می‌پرورید. برابر امکان پیدا شدن به مکتب صنعتی بچگانی نوحه داخل شد و طی 2 سال اخیر پیوسته به آموزش هنر سرایندگی مشغول است. سال گذشته تا دور ولایتی آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من راه یافت و امسال عزم دارد از روی نمیناسی سرایندگی در دور جمهوری سزاوار جای اول گردد. امروز یک آزمون جمهوری تاجیکستان از وطن عزیز من می باشد که من در این آزمون اشتراک میکنم و میخواهم جای نمایان را سزاوار شوم. سال گذشته من در آزمون تاجیکستان وطن عزیز من اشتراک کرده در نوع مسجد غالبیت به دست آوردم. امسال نقشه داریم که در همین آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من در نوع مسجد جا گرفته تا دوری جمهوری رویم اشتراک کنیم. طبق اطلاع مسئولین بخش فرهنگ ناحیه مذکور برای اشتراک در آزمون امساله 75 نفر داوطلبان اشتراک کرده و دور ناحیوی تنها 15 نفر راه خط گرفتند. در دور ناحیوی از روی نمیناسی نوازندگی اشتراکچیان از سن 12 تا 17 ساله و از روی نمیناسی سرایندگی اشتراکچیان از سن 18 تا 40 ساله شرکت ورزیدند. امروز در ناحیه مسجد آزمون تاجیکستان وطن عزیز من برگزار گردیده ایستاده است که در آزمون 15 نفر جوانان اشتراک کرده ایستادند. از روی دو نمیناسی ژانر عنعنوی و ژانر اکادمیک که جوانان از سن 12 ساله تا 17 ساله و از 18 ساله تا 40 ساله اشتراک کرده ایستادند. اعضای حکمان هنرنمایی اشتراکچیان آزمون را به دقت تماشا کرده نسبت هنرنمایی برخی از سرایندگان جوان اظهار نگرانی کردند. همچنین به بعضی از اشتراکچیان برای در آخر تکرارا برآمد کردن امکان داده شد. چون امکان پیدا نمودن برای اشتراک به آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من از آموزگاران، استادان و اشتراکچیان مسئولیت و آمادگی سریوقته را تقاضا دارد. مسئولین بخش فرهنگ و مکتب صنعتی بچگانی ناحیه مسجد را میباید در این سمت کاربری را جانماک و به سطح آمادگی صنعتکاران جوان توجه بیشتر ظاهر نمایند.